و معلم بوده که دوستش داشته باشی؟ خیلی زیاد. آره. کلا دوست داشتنی وجود نداشت. من نه دوست داشتنی آنچنان نداشت. هیچ معلمی نبوده. استاد مسعود سنگی بسیار استاد با شخصیتی هستن. خانم اسدی چون که خیلی مهربون بودن، همزمان با درس بهمون خیاطی و یه سری کار هنری یاد میدادن. اون دوران بچگی که همینجور به مدرسه و درس علاقه داشتیم، اون موقع عارفم کلاس 5 بودم. معلم ریاضی راهنماییم خانم دارنگ، مدرس سوم دبستانم خانم عباس. اخلاق خوبشون واقعا چیزی که به یادگار مونده برام، اخلاق خوبشونه. دوره راهنمایی خانم ژاله ملکزاده. خانم اصنافی بود که میگم، خانم کیهان کشانی، اون واقعا مثل خواهرم بود. آقای رایانپور هم معلم خودم بود، هم معلم پسرم. خیلی مهربون بود و با بچه‌ها هم صمیمی، دوست واقعی بود.